3 تا دونر کباب ترکی در شهر لوبک و 3 امتیاز متفاوت. یکی را همه فوش دادن، یکی هم او وسط معلقه، یکی هم شده پادشاه ستاره ها در گوگل مپ. ولی خب ستاره ها همیشه راست میگن یا بعضیا فقط خوش شانس بودن؟ تا آخر ویدیو با ما همراه باش، شاید همونی که فکر میکردی بدترینه آخر سر بزنه وسط خال. حالا بریم سراغ اولین گزینه ما. امتیاز پایینه، خیلی ها شکایت داشتن ولی هر مغازه‌ای یک شانس برای جبران داره. ببینیم واقعا اینقدر بده یا فقط بد قضاوت شده. خب بچه از اولین دونر استفاده میکنیم. از دم اسکا قطار لوبیک گرفتیم و به حساب میشه گفت 5 نمره ترین دونره، خراب ترین دونره. بدون سس گرفتیم که مزه واقعی خود بفهمیم که چی رقمه. بیاین که امتحان کنیم ببینیم که چی رقمه، آیا مزه میده نمیده. مثل که خوش نزه زده رئی خیلی سالات داره. بس شوره شوره گوشه شوره، ادویه زیاد داره، کلان طعم ادویه داره. میتونی گفتیم بچه نمیتونه که سید گفت این دونر فروشی فقط 3.2 بود فکر کنم ستاره دیش داخل گوگل مپ. یکی از پینترین ستاره دارای شهر لوبیک. خب بریم تست میکنیم. منطقه هم واقعا خطرناکه، البته که دیدین. بریم تست کنیم. حالا یک تکی گوش داره، خیلی ادویه داره. از گوش چرخ کرده استفاده میکنه با اینکه نباید بکنه و فکر کنم از این آماده های به نظر من طعم دونر حس نمیکنم، خدایی ادویه رو احساس میکنم فقط. بریم دونر بعدی ببینیم چیه. بلکه بهتر باشه. بریم بچه. خب حالا رسیدیم به گزینه دوم. نه ضعیفه نه شاهکار، یه چیزی بین این دوتاست. ولی گاهی همین وسطی ها کار میکنن که همه رو غافلگیر میکنن. بیایم ببینیم این یکی واقعا طعم خاصی داره یا فقط داره عدد جدول رو پر میکنه. بچه میریم سراغ بعدی. این رستوران 1 ستاره بیشتر داره، یعنی میشه 4.2 ستاره که ما چک کردیم. 4.2 ستاره دقیقاً. این هم به همین صورت سس نگرفتیم. و یک چیز جالبتر، این یک نوع دونر داره به اسم یاپراک دونر، یعنی تمام اون لایه های گوشت رو خودنا درست میکنن، به حساب اخته میکنن یا مارینین میکنن و خودنا کامل رو درست میکنن، آماده نمیخرن. ولی یکی قبلی آماده بود. درسته؟ بریم سراغ گوشت بهتره چون که دسترسی خودناه. بچه گوشت کمتر هم داره. خدایی کمتره ولی قیمتی هم خیلی گرانتر بود. این قیمتی رو با 2 تا نوشابه شد 15 یورو. فقط 15 یورو. یک دونر با 2 تا نوشابه 15 یورو. قیمت دونر در اصل 9 یورو 50 سنت بود. یکی قبلی 7 یورو بود. 7 یورو. آره 8 2 یورو گرانتر بود دقیقاً. بریم تست میکنیم. بچه گوشت از این خدایی آبدارتره. خدایی آبدارتره. خوبه، واقعا خوبه. نونیو تورت کروچ میکنم. طعم گوشت خدایی خوبه، ادویه زیاد نداره. این 4.2 ستاره که داره به نظر من ارزش رو داره. 5 ستاره ارزش رو نداره چون واقعا 5 ستاره نیست. این 5 ستاره نیست ولی 4.2 ارزش رو داره. ولی یکی قبلی یاد رفت در مورد ستاره های گپ زنم. یکی قبلی واقعا 3 ستاره هم برای کم بود به نظر من. نمیفهم نظر سید چیه. باشه بریم سید هم امتحان کنیم ببینیم نظر سید چیه. بابا دونر بدمزه هم باشه با این منظره دونر بدمزه هم باشه مزه میده خدای. کاش اول گوشت رو تست می‌کنیم.
سالات خیلی تازه تر از یک دیگه. خیلی ها بیشتر مزه سالات میده نفهم. چون ادویه نداره. گوشت هم خیلی بهتره. گوشت از یک رقم مثل آدم سوری بود، ساجه غریب بود، چیز میشه. خیلی نرم تره. چرخ کرده میخوره. 4 ستاره میارزه؟ میارزه. 4.2. تو چند ستاره میدی؟ من از 5 ستاره همون 4 میدم. 4؟ 4 میدم. 5 نداره ولی کمتر از 4 بدی نامیدی که در حقه. آره. یعنی 4.2 واقعا ارزش داره. ارزش داره. اون چیزی که مردم دادن دیگه. قبلی چی؟ قبلی یاد تو رفت امتیاز بود. 2 ستاره؟ 2 ستاره بیشتر ندارم. نفهم چرا 3 ستاره گرفتم. چون واقعا گوشت هم توش شور بود. هم خیلی کش می اومد دقیقاً چیز بود. سالات اصلا مزه میداد. نون تازه نبود معلوم میشه. کلا این بهتره از اون. خیلی بهتره. بریم بعدی؟ بریم بعدی. Let's go. آخرین ایستگاه یک کیوسک ساده با یه اسم خیلی بزرگه. صاحبش اینفلوئنسره و خیلی‌ها میگن که این جی بهترینه. ولی واقعاً اینقدر خوشمزه یا فقط معروف شده؟ تا آخر ویدیو با ما باش چون جواب این سوال همین جلوتر منتظرته. بچه از این جایی که آقا محمد چند وقت میشه خب حالا ویدیو بعداً زیادتر میخواد چون میفهمیم فعلا زدن در کار خورد و خوراک فقط داره میخوره خود محمد قضا منظور منو تصمیم گرفتم این دونه رو آخری به اینجا بخورم بعد این درکت ورزش کنم سکو با یک دست بالا میکنم محمد هم بعد رو از او بشینه دونه رو بخوره و بچه این نمیفهم خوده ای چیه با خوب از بالا آفری رو کش کن جله جان سیسی چو سکو سیسو خواب باشن محمد گفته که آقا اون تا دونه رو بده ما خود میبریم گفت باشه همینجوری داد بده ریدی که چی من اینجا میبینم با که مزه خاک میده خوبه؟ از این که وسطی بهتره؟ واقعا بهتر از اون 9 یورو 50 سنتی بهتره؟ واقعا فقط بهتر 7 یورو 50 سنت قیمت دونه رو واقعا خوبه یا؟ سالات تازه گوشت خیلی خوبه واقعا مزه میده خوبه یعنی 5 ستاره میارزه؟ بیا امتحان کن خودت نظر بده نظر من میارزه 5 ستاره؟ نظر من میارزه میدم 5 اگه ندم 4.9 میدم 4.9 میدم از جایی که سید نصف دونر انداخت نصف رم از من خورد نامردی کرد جالبه سید میگه 5 ستاره داره بذار ببینیم واقعا 5 ستاره میارزه با اینکه دکونه و دکون هم نیه خیلی کیوسک معمولی و در یک دکه خیلی کوچولی که ولی واقعا شلوغه سید بعضی وقتا اونجی واقعا شلوغه یعنی اونجا چیز گذاشته تابلو زده که خواهشم به 2 صفحه آره 2 تا صف ایجاد کنیم چون زیاد میشن خوبه این غذا خوبه سالات نیومده هنوز برای من بذار سالات بخورم بچه‌ها شاید باور شما نشه واقعا 5 ستاره به نظر من داره یکی قبلی با که 4.2 ستاره دیش فقط چند شد 9 یورو 50 سنت این 7.5 یورو فقط قیمتی بود یکی قبلی 7 یورو اولی 7 یورو این واقعا میارزه به 7.5 یورو هم میارزه یکی از معروف ترین دونر فروش های آلمانه اسم چیه؟ اسم نمیفهم کالاماتا کالاماتا بچه عالیه خب بچه این بود از ویدیو امروز حسابی خوردیم حسابی کیف کردیم واقعا من که خیلی زیاد خوردم با وجود از اینکه به دونر سومی افتاد آره دونر معمولا زیاد پیشنهاد نمیکنیم بخورین چرا که واقعا خیلی چربه ماهی یک بار خوبه ضرر نداره ولی من تقریبا هفته 3-4 بار امتیاز زی رستوران اول
همون 3 امتیازی که بود من حتی پینتر هم میدم 2 میدم بره. به اون قسمت گفتم 2 میدم بره. من 2 میدم بره. واقعا 2 ستاره بیشتر حق اونه. واقعا ارزش ندیش. یکی دومی 4.2 امتیاز داخل 4 بره بیشتر نمیدم. 4 همون 4 من میدم. چرا که واقعا بیشتر از او در حق ازی دومی سومیه ظلم میشه. خب سومیه 4.9 4.9 بگو چرا؟ به خاطر که 5 بذار و وقتی یک چیز خورده که مثلا واقعا مزه بده یک امتیاز بالاتر داشته باشی. شاید مثلا رفتم هامبورگ یک دونه نه ما فقط داخل لوبیک کیر تست میکنیم، داخل همبرگر جداگانه تست میکنیم. اوکی پس بره از 5 بدم. 5 میدی؟ 5 میدی؟ نظر به تا 5 بدم چون خودم 4.9 داشته داره داخل گوگل مپ یا داخل گوگل 4.9 ستاره داره و به نظر من میارزه. قیمتی هم خوب بود و کیفیتی هم خیلی خوب بود و معروف هم بود. کسی که بود تیک تاکر معروف، خود تیک تاک داره، بالا تقریبا 9 میلیون فالوور داره، تقریبا 9 میلیون فالوور داره و به نظر من خوب ساخته. با اینکه یک دکه داره به نظر من عالیه. کلا جایم یک دکه بیش نبود. عالی. بچا این بود از ویدیو امروز. حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، داخل کامنت ها بنویسین که دفعه دیگه چی خوش دارین ما بریم برای شما تست کنیم. حتما بنویسین. تا ویدیو بعدی روز خوب و خوشی داشته باشین. بدرود. بله آقا سه بدرود.